دوستانی نویای سینو پرونده 6 کارمند میلیسای شهر دوشنبه را به دادگاه فرستاده است که با گفته مفتشان سببگار مرگ یک متهم به جنایت شدند. مقصود جان سعید فرو اول ماه ینور در کلاب دستگیر کردند و بعد چند روز بازداشت جسدش را به خویشاوندانش سپردند. رادیو آزادی این موضوع را پیگیری داشت و در صحبت پیش از برنامه از همکارم طاهر سفر از جزئیات این پرونده پرسیدم. یک منبع آگاه از پرونده روز 18 می به رادیو آزادی گفت که همه 6 نفر به قصداً رسانیدن ضرری وزین به سلامتی و برآمدن از حد وکالت‌های منصبی متهم شوند. تحقیق پرونده تقریباً 4 ماه ادامه داشت و احتمال می‌رود گمانبران روزهای نزدیک در یکی از دادگاه‌های دوشنبه در کرسی متهمان به جنایت بنشینند. پرونده بعد از آن باز شد که ماه ینور این سال مقصود جان سعیدوف ساکن 36 ساله شهر کلاب را روز 8 ینور کارمندان شعبه دوم کارهای داخلی ناحیه سینوی دوشنبه در کلاب بازداشت کرده به پایتخت آوردند. او را آن زمان به قاچاق کریستال، یک نوع مواد مخدر، متهم می‌کردند که استفاده آن در بین جوانان تاجیک اوج گرفته است، ولی بعد از مدت کوتاه جسد مقصود جان را به اهل خانواده‌اش دادند و خواستند که زود او را به خاک بسپارند. مراسم دفن هم 4 روز بعد از بازداشت و روز 12 ینور صورت گرفت. خویشاوندان جوان آن زمان نخواستند درباره حادثه با رادیو آزادی صحبت کنند، ولی چندی از دوستانش در صحبت تلفنی گفتند که در بدن مقصود جان سیاهی کبودی و در انگشتان دستان و پایهایش آثار سوختگی عیان بود. سوال دیگر از همکارم درباره آن بود که آیا استفاده از شکنجه برای حاصل کردن اعتراف در تاجیکستان که زیاد از آن صحبت میکنند کم شده است؟ استفاده از شکنجه برای حاصل کردن اعتراف گناه همچنان یک مشکل جدی در مقامات انتظامی دانسته می شود و به دادگاه فرستادن پرونده 6 مأمور میلیسا در دوشنبه در حالی است که اول همین ماه کمیته محو شکنجه سازمان ملل از گزارش‌های پیوسته درباره بدرفتاری و شکنجه به خصوص از طرف افسران میلیسا و افسران اداره‌های امنیتی در بازداشتگاه و ضمن بازپرسی‌ها در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. کمیته سازمان ملل برای محو شکنجه گفت هرچند قانون‌های تاجیکستان برای بدرفتاری و شکنجه جزای سخت تعیین کردند، اما اجرای آنها کمتر به نظر می‌رسد و تعداد آنهایی که برای شکنجه زندانی یا بازداشت شده جزا گرفتند بسیار کم است. و گفته وزارت عدلیه تاجیکستان از سال 2018 تا سال 2025 تنها 13 نفر برای شکنجه جزا گرفتند، اگرچه شکایت‌های رسمی از رفتار ماموران امنیتی و انتظامی از 100 عدد هم زیادتر بوده است. سازمان ملل هم از حکومت خواسته است که برای ریشه‌کن کردن این ظهورات و رعایت حقوق انسان هر کس که نباشد زندانی یا متهم به جنایت سعی و کوشش بیشتر کند و نگذارد ماموران میلیسا یا انتظامی با خودسری حقوق مردم را زیر پا کنند. تشکر همکارم طاهر سفر بود که درباره به مرگ یک متهم به جنایت گمانبر شدن 6 کارمند میلیسا صحبت کرد. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.